سلام بچه ها، من فرهان هستم و به کانال ریاضی با فرهان خوش اومدید. اینجا جاییه که میتونید مفاهیم ریاضی کلاس هفتم و هشتم و نهم رو به ساده‌ترین شکل ممکن یاد بگیرید. اگر به دنبال راه‌های ساده برای درک ریاضی هستید و میخواید که نمرات بهتری بگیرید، حتما این کانال رو سابسکرایب کنید، چه می‌دونم فالو کنید و زنگوله رو هم بزنید تا از هیچ یک کدوم از ویدیوهای ما عقب نمونید. خب الان اومدیم با سوال شماره 3 توی صفحه 3 کتاب ریاضی هفتم فصل 1. خب همونطور که میبینید یه سوال خیلی کوتاه و ساده هم هست به نظر من. خب بریم که حلش کنیم. من که میگم خیلی ساده است. الان بهتون یه روش میگم حال میکنید. خب اینجا اومده گفته که با رقم های 7 2 و 5 تمام عددهای سه رقمی ممکن رو بنویسید. میگه تو عددهای شما میتونه رقم های تکراری هم باشه. خب وقتی که اینجا اومد نکنید اینجا میاد به شما دوتا مورد رو میگه. یکی میگه که بیاین تمام عددهای سه رقمی ممکن رو بنویسید. این یه مهر تایید. یه مهر تاییدش هم اینه که میشه از رقم های تکراری هم استفاده کرد. پس ایول شد. خب میایم میگیم که آها ما یه دونه 2 داریم، یه دونه 5 داریم، یه دونه هم 7 داریم. خب اگه این دوه، چون میخوایم یه عدد سه رقمی بسازیم دیگه، یه بار بهش اینا رو بدیم، یه بار چون تکراری هم میتونیم استفاده کنیم، دوباره 5 بدیم 7 بدیم. خب و این عدد الان 2 مثلا اگه بخوای اینجوری بگی این 2 رقم میسازه، ولی اگه بخوای 3 رقم بسازی دوباره همینا رو باش میتونی بدی. خب یعنی این که 2 5 7 2 5 7. خب الان اینو میام میبینیم یک، مثلا میخوایم یه عدد بسازیم 222 225 227. خب اگه با همین روش این کارا رو که برای این کردیم و واسه 5 و 7 هم انجام بدیم به یه عددی میرسیم که چی؟ ما الان اگه اینا رو بیاد شما دونه دونه حساب کنید، اگه خودتون بنویسید و بیاد دونه دونه حساب کنید، هر کدوم از اینا یه دونه 9 حالت بهمون میدن. 9 حالت مختلف عدد مختلف میدن. از 222 بگیر تا 277 9 تا عدد بهمون میدن. خب بر اساس این ما میایم میگیم که چون 3 تا هم عدد داریم، میایم میگیم که 9 تا این میده، 9 تا این، 9 تا این، اگه بیان جمع کنیم 9 به علاوه 9 به علاوه 9 میشه 27. به طور کلی 27 تا عدد میده که اگه روی سوال گفته بود تمام عدداشو بنویس، شروع میکنید بنویسید نمیدونم 222 225 227 اینجوری دونه دونه مینویسید تا به همین 27 تا حالت بنویسید. ولی اگه فقط گفت حالتاشو بگو، میام مینویسیم 9 تا این میده، اینا نکنید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا حالت این میده، 9 تا حالت این میده، 9 تا این. پس 9 به علاوه 9 به علاوه 9 میشه 27. 27 عدد مختلف میده به ما. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.